همدلی یعنی چی؟ به معنی غرق شدن در احساسات دیگرانه؟ گاهی وقتا مراجع میاد میگه که تو اصلا منو درک نمی کنی، هیچ همدلی با من نداری. این اکثرا وقتایی هستش که داری یک احساس شدید یا اضطرابی رو تجربه میکنه و ناراحتیش از اینه که درمانگر آرومه. اما سوال مهم اینجا اینه: آیا وقتی یک بچه شروع به گریه کردن میکنه مادر هم باهاش گریه میکنه؟ یا وقتی بچه‌ای مضطربه مادر هم متشنج میشه؟ نه. مادر باید یک فضای امنی رو ایجاد کنه تا بچه بتونه با احساساتش بهتر کنار بیاد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد برای دوستاتونم بفرستین تا بدونن.